تمرین نوت‌های سفید و سیاه روی سیم اول صفحه 22. این درس 4/4 در هر میزان 4 ضرب داریم. ارزش هر ضرب یک سیاه. 4 تا 1/4. میزان 4/4 یک میزان ساده است. علامت صفر بالا یا پایین نوت به معنی نوت دستباز هست. دوی دستباز یا سول دستباز یا دوی بند دستباز. انگشت گذاری ها در روی سیم اول با اعداد خالص نوشته میشه، در روی سیم دوم با یک پرانتز زیر اعداد و در روی سیم های آخر با یک پرانتز بالای عدد. علامت چپ به معنی از پایین به بالا اجرا کردن. در ستار این تمریناتی رو که داریم، دعای بم خواسته شده با چپ نواخته بشه، اما در تار این حالت رایج نیست. بنابراین اون دو آخر هر درس با راست نواخته میشه. دو 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 ره 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 می 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 فا فا دو دو ره دو بم بم. این تمرین رو با سرعت 60 اجرا میکنم.